تماشا کردی؟ بله. آن را دیدی؟ کور نیستم. خیر، چه اندیشه ها داری؟ چقدر پول میخواهید؟ با فکر تو پسرت با چقدر پول میارزد؟ او چی دخل دارد؟ ما از تو پول نمیخواهیم. چیزی میخواهیم که از آن هم بالاتر است. از پول هم بالاتر؟ بله، پدرم را میخواهیم. پدر در اینجا نیست، در محبس است. بله، این را ما هم میدانیم، اما سببی در آنجا بودنش تو هستی. پدرت جنایتکار دانسته شده است. به هر حال مثل این احمدی کلموش نیست. گوش کن خانم مجیده، پدرم کسی را نکشته است. این را هممون خیلی خوب میدانیم. او را به دام افکندند. من گپ را دراز نمیکنم. از تو خواهشمان همین، پدرم را از حبس آزاد میکنانی. تو پدرم را آزاد میکنانی و ما بر عوضش معلوماتی در اینجا بوده را نیست میکنیم. خیر، جواب ده خانم مجیده. از دستم چی که آید میکنم. از دستت چه کاری بهترین آید آن رو بکن. هنگامی در حبس بودن تو هر هفته برایت با آوردن تک‌پوش شاد میشوم. در واقع این فلشک را در خود نگاه دار. ما هم در خود نگاه داشتیم. فاضل، فرض کردیم که از حادثه‌ای که حضرت به سر گذراند خبر ندارید. کی بودن تاریخ را بسیار خوب میدانید. همه میدانند. اما شما آگاه نمودن مادر حضرت را نپذیرفتید. حتی آن زن را مسخره کردید. راهبر نو را تبریک نمیکنی؟ تو چقدر شخصی به شرف بوده ای؟ درباره شأن و شرف گپ نزن. تو با جای من میبودی چیکار میکردی؟ گفته نمیپرسم. برای آن که آیدی این صحبت کرده بودیم. خدا تو رو با بلا گرفتار کند. تو این طور نگو. آخر تو فرزند داری. باز آن بلا با مرور زمان با آنها مسلط نشود. تو دعایی نکن. این کاری خیر میشود برای خودت. کوشش نکن که من خودم رو بد حس کنم. به این هم احوالم بد است. خانم مجیده برای بقدر کردنی من همه کارو کرد. مرا بی‌آبرو کرد. اما تو حال در اینجا کار میکنی ها؟ با اطرافت نگاه کن. اگر در اینجا کار نمیکردی چی میشد؟ نان در دهان شیر است. آسان نیست. همه طور نه جانم. انا همین است. حالا همه فکر میکنن که من عاشق تویم. چی کار کنم؟ تا بس گفتنی خانم ماجده صبر میکنن. دیگر چاره نیست. مرا به حالم گذار تمیر. میگذارم. هر چی وقت دارد. تو با من باور کن. تو شرم نکرده چقدر آیدی باوری گپ میزنی؟ من نمیفهمم. سوزن، تو اول فکر کنو با یک خلاصه بیا. بعد با من خبر ده. باز تکرارا صحبت میکنیم. فهمو؟ برای کار عشقم. خسته نباش جانم. فشارتان بلند است. 180 به 120. کمی دم گیرید. من به شما لیمونچوی میارم. واه، خانم مجیده؟ بیا فاضل، بیا. خدا شفا دهد. چی شد؟ قادر و نیلگون آمدند. در دستشان یک بازیچه فلشکه داشتند.
احمد گفتنی نوخلف کاری کرده‌امانро فوش کرده است و احوال ما را ناگوار کرده است. در یک نواره همه کارهایمان را نقل کرده است. آن را باشد به من آوردند. آنها چی میخواهند؟ یگان چیز گفتند؟ میخواهند که کمال را از محبس آزاد کنانم. اگر نجات دهم همه چیز را نیست میکنند. اگر برآورده نتوانم مرا زندانی میکردند. حبس شدن شما نمیشود. نه نمیزیبد. یعنی شما بر این شخص نمیشود. کمال را از محبس آزاد کنیم به شما مشکلی نمیشود. پیشنهادشان را قبول کنید. چیزی که گویند قبول کنید. آیا این کاری آسان است؟ بسیار آسان نیست اما بسیار دشوار هم نیست. تو مستی؟ نه مست نیستم. خیر این کار چخل می شود؟ این کار را به ذمه من گذارید. شما با ادوکاتتان واخورید همه چیز را آماده سازد و برای کارهای پروکراتور از ما خبر را انتظار شود. من حل میکنم لیکن به عوضش حقم را میگیرم. تو حل کن و اینش را فکر نکن. اطاعت خانم مجیده. اکنون به من اجازه دید روم. خیر میلش بیرم. الو سلام جناب مأمور. من از این پیشتر نیز به شما یک خبر را گفته بودم. نه نامم مهم نیست. از این پیش هم نامم را نگفته بودم. حاضرم نمیگویم. برادر سوال نده. اول گوش کن. در باغ نزدیکی قله گلته یک جسد بود که آن قاتل عزیز بیهن می باشد. از دستش دستپانه و حجت ها را به دست آوردید که همه آنها را از خانه کمال ایپکچی گرفته است. آن آدم عزیز بیهن را کشت و کمال ایپکچی بیگناه است. گپم همین قدر است. خوش آمدید. به محل ما خوش آمدید. خوش باشید. خوش باشید. آن روز هنگامی کوچیدن دیدم. نامم آیشه. خیلی خرسند شدم. نامی من نیلگون. از استانبول هستید یا اینکه از دیگر شهر آمدید؟ از ادنه اومدیم. ها شوهرتون نمی نماید؟ او در ادنه است. حالا کمی کار دارد. بدتر می آید. ها کار دارد. لیلی با کجا می روی؟ برای خانه یک دو چیز میخرم. ها باز می آیی؟ آمده نمیتوانم. شوهرم بیمار است و او رو نگاه و بین میکنم. ها بیمار است. تو نوکای تنبل. بیمارم گفته تو را فریب میکند. تو را مشغول میکند. اپای آیشه بیامون. من برای تازه کنی خانه ها میروم. همین خیل. شوهر این تنبل است و با مانند این در محل بسیار است. برای یاری به نزدم جیغ میزنم اما همشون تنبلند. بسیار خوب که وقتتان رو بیهوده نمیگذرانید. البته ذره شرم هم نمیکنم. همه کار است. باید با اخلاص کار کرد. راست میگویید. البته همین خیل است. با من گوش کن. اگر با تو هم لازم باشد بگوی. البته میگویم. لازم شود میگویم. شرم نکن. فهمیدی؟ خیر من رفتم. سلامت باشید. از شناسایی شدم. محترم پروکرور، عاید جنایتی عزیز بیهن یک خبر گرفته شد و این گزارش است. شخصی خبر کرده از این پیش هم یک جنایت را خبر داده است. هنگامی رفته سنجیدن از جای گفتش جسد پیدا کردند. عجیبش این است که از کیسه این مرد طلا و کاغذهای قیمت بها برآمد که به کمال ایپکچی تعلق دارد. باز در دست کمال ایپکچی پای باروت تیر دیده نشد. فهما هرچی لازم است اجرا شود. خوب شده است.